خوب بینندگان ارجمند، اکنون بیاید توجه میکنیم به هیئت اساسی هر دو دسته ها از نزدیک با هیئت اساسی اسقط و کوکتوش آشنا میشویم. در صورت مغلوب گردیدن و صاحب امتیاز شدن فایزکند امکانیت است که کوکتوش در زینه آخر قرار میگیرد. خوب این حال پنالتی تعیین کرده میشود بینندگان ارجمند در دقیقه ششم رقابت. عزیزبک سلطانов بر مقابل مومینجان گدای بویف ضربه سلطانov و حساب شده می شود 1-0 کوکتوش در دقیقه هفتم رقابت پیش‌رو می‌گردد. زدن گل دست می‌یابد. بار دیگر نشان داده می شود به ما که چگونه خوبی بازی ویران کرده شده از جانب حمایتگری اسقط و این ضربه زده عزیزبک سلطانov است برای قاعده بازی رو ویران نمودن. پس با کنار امکانات است برای اسقط و ببینید که اینجا پاس داد با مرکز اوزاقوف. اوزاقوف را میبینیم اشتباه میکند بازیگر کوکتوش. ضربه و توپ از سفرов امیرجان سفرов پس با نزد دروازه باز یک امکانات دیگر برای و نیمه اولی بازی اسقط کوکتوش به انجام میرسد با حساب 1-0 مهمانان دسته کوکتوش پیش‌رو است. از پنالتی یگانه گل رو به ثمر رسانید در قسمت یکم عزیزبک سلطانov. تنفس میکنیم و بعدا برمیگردیم. ما رو تر نکنید. ادامه میدیم گزارش مستقیم خود را بینندگان ارجمند از شهر خوجند. بازی اسقط و کوکتوش در برابر او حمایتگران کوکتوش نیز خیلی هم خوب نمایی کردند. این حال اسقط در خط حمله از جهانگیر ارگاشف امکانیت بسیار هم خوبی گلزنی ضربه و گل حساب برابر کرده می شود. در دقیقه 48 جهانگیر ارگاشف گل میزند. دیوم از اولین امکانات خود استفاده میکند. ببینید اهلیدین حبیبالله از دروازه بیرون شد. جهانگیر ارگاشف او را گذاشت و بعدا موقع ضربه زنی رو برای خود بهتر کرده بیشتر هجوم کرد. مومینجان مومینوف امکانیت برای اسقط ضربه مومینوف را میبینیم و حبیبالله این حال دستش رو نجات میدهد. عکس الهجوم اسقط را میبینیم. پس با جهانگیر ارگاشف سرعت بلندی و جهانگیر ارگاشف ارسال میکند به مومینجان مومینوف ضربه و گل. اسقط پیش‌رو میگردد و مومینجان مومینوف حساب را 2-1 میکند. جهانگیر ارگاشف و مومینجان مومینوف این دو نفر توجه میکنیم. بار دیگر جهانگیر ارگاشف سرعت بلندی و از خودمراد نظرف میگذارد. پاس میدهد با مومینجان مومینوف. اینجا اسدبک اسلامov باعث تماشابین بود در نزد حملهگری اسقط و حساب 2-1. چی شده است با دروازه‌بان کوکتوش در قسمت دوم؟ ضربه قامت بلند دارد و میتواند که در قسمت دوم مبارزه کنه. ضربه و چگونه سیو انجام میدهد مومینجان گدای بویف. گزارش جهانگیر ارگاشف از اسدبک اسلامov با آسانی از حمایتگری کوکتوش میگذارد. پس باقی امکانات ضربه زنی هست. توجه میکنه با هجوم اسقط و چگونه گل زیبا رو به ثمر میرساند. این حال ببینید جهانگیر ارگاشف چگونه پاس داد. قرار عنایت توپ رو قبول میکند. عنایت خواست که در این حالت توپ رو با کنار چپ روانه نماید اما موفق نگردید. با اصول زیدان نرزولو رجبوف پاس با کنار امکانات نوبتی برای اسقط ضربه و لیدین حبیبالله همینطور با انجام میرسد اداره اسقط و کوکتوش. اسقط کامبک کرده با حساب 3-1.